سفید در مقابل شرکت کننده خوب کشورمون علی اکبر دودنگه که یک کم رو از ناحیه مصفا از حریف در اختیار داره و این چنین تبدیل به دخم میکنه، میابکوبش میکنه و خاکش میکنه. چه خواهد کرد؟ یک نمره رو از دست داده، یه دو نمره از بارانداز خوب پرهیجانی رو در حال پشت سر گذاشتن هستن برای اینکه هر دو تیم از همدیگه حساب دارن. یک گولانداز عالی و یه دو نمره دیگه. حساب امتیازات غلامرضا محمدی 6-0 هست. سر گردن نورم اسپنس در اختیار غلامرضا. علی اکبر دودانگر رو میبینیم که روی گارد چپ حالا یه ترسی بغل نشون میده، میاد برای گرفتن یک خم و نتیجه از اون کار نمیگیره. یک خم رو از تحلیل در اختیار میگیره، تبدیل به دو خم میکنه، خیلی عالی پاک میکنه. حالا باید ببینیم که چه نمره میدن. نمیدن به کانادایی بابت اجازه بفرمایید. بله همون سه نمره رو به علی اکبر دودانگه میدن بابت پولی که میبره و همراه با اون دیدیم قدل رو رفته اجرا میکنه. نورم که نتیجه نداشت و حساب علی اکبر دودانگه 9-0. حالا یک خم رو دستیار میره که تبدیل بکنه به یه دسته خواه، کار رو عوض میکنه، همچنان فشار رو میاره. اینجا مجبور میشه که نورم اسپنس خاک بشه و 10-0 سومین پیروزی پی در پی برای ایران و با حساب 10-0 تا اینجا 12 امتیاز تیم ما کسب کرده از دیدار با is a very high standard.